خب سلام، جاجول هستم از وبسایت جاجول.me. میخوایم توی این بخش بپردازیم به هندل کردن فایل جیسونی به وسیله لایبرری ریکوست. پس اول از همه ریکوست رو ایمپورت میکنیم. من نمیدونید فایل جیسون چه شکلی هستن. در واقع یک فایل جیسون من داخل وبسایت جاجول گذاشتم که فکر کنم بهش میگن دامی دیتا و فقط میخوایم باهاش کار کنیم. همونطوری که میبینید سینتکسش مثل سینتکس دیکشنری در پایتون هست. پس ما میتونیم عملیات دیکشنری هم روی این در واقع فایلا انجام بدیم. ریسپانس میسازم، request.get میکنم URLی که این بالا گذاشتم رو که تو وبسایت جاجول گذاشتم یک فایل جیسونی هست و فایل مساوی با response.json. جیسون یه فانکشن هست، پس باید پرانتز رو باز و بسته بذاریم و حالا بذاریم پرینتش کنم در واقع فایل. خب برنامه ران میکنم. همونجوری که میبینید دیکشنری رو به ما برگردونده. خب حالا میتونیم بریزیمش داخل یه فایل با همون with open مثلا sample.json و از طریق write. ولی خب برای اینکه ما یه فایل جیسونی بتونیم بخونیم و بریزیم داخل در واقع فایل sample.jsonمون باید لایبرری جیسون رو هم اضافه کنیم. از این طریق json.dump میکنیم. این هم از هم بزنم از f. چی رو دامپ میکنیم؟ فایلمون رو و f. آره اینجوری واسه همون فایل جیسون رو میساز. حالا اگر برنامه رو ران کنیم ببینید که سمبل جیسون داریم که در واقع خیلی هم تو یک لاین واسه همون همش رو نوشته. واسه اینکه بتونیم بهتر فایل جیسون رو بخونیم میتونیم بریم تو قسمت اکستنشنز در واقع VS کدتون و بیوتیفای جیسون رو پیدا کنید، نصبش کنید و داخل یوزج که بریم داخل یوزجش گفته که کنترل شیفت جی رو که بزنید میتونید جیسون ها رو بخونید. خب پس من میرم توی جیسونم، کنترل شیفت جی رو میزنم. کنترل شیفت جی گفت، کنترل شیفت جی اینو میزنم و میبینید که خیلی تمیز داریم فایل جیسونمون هم میخونیم. خب حالا کار دیکشنری هم میتونید باش بکنید. مثلا فایلی که ما گرفتیم رو ایندکس صفرمش رو برگردونیم و
ران کنیم برنامه رو. حالا بریم توی جیسون، کنترل شیفت جی و فقط میبینیم یک ایندکس به ما برگردونده. خب اگر بریم داخل فایل جیسانمون و مثلا این آیدی رو بگیریم، آره، و بهش میگیم ایندکس صفرم و کی ولیو آیدی رو هم فقط اینو بهم برگردون و حالا از برنامه ران بگیریم و میبینید که فقط آیدی رو به من نمایش داده. پس اینجوری هم میتونید فایل جیسانی رو هندل کنید، چیز خاص دیگه ای نداره.